موافق اطلاع سرریاست کشاورزی ناحیه کوشانیان زمین‌های کارم زیاده از 16000 گکتار را تشکیل می‌دهند که از اینها زمین‌های نزدیک حولگی ساکنان 4697 گکتار 1151 گکتاری آن زمین‌های یاری‌رسانی پرزیدنتی میباشند. همساله ساکنان حاصل فراوان غله، سبزیجات، شالی و میوه‌های شهدبار را به دست می‌آورند که در تامین یکی از هدف‌های استراتژیکی مملکت امنیت عضوقواری کشور سهمی ارزنده می‌گذارند. یادآور می‌شویم که شغل باشندگان این گوشه زیبا منظری دیار اصلاً کشاورزی بوده در این سمت تجربه بوی و غنی حاصل کردند. خواجگیداران یکی از جماعت‌های کلانترین ناحیه جماعت دهاتی ثروت استقلال با پرورش زراعت زیر پلانکا و رشد گرمخانه‌ها شغل ورزیده همساله هزارها تن سبزیجات از جهت اکولوژی تر و تازه را به بازارهای استعمالی ساکنان مملکت و خارج کشور صادرات می‌نمایند. امروزها در خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت جمع‌آوری حاصل فراوان پمیدور و بادرین جریان داشته. کشاورزان یک مقصد دارند که سبد استعمالی ساکنان مملکت را با این سبزیجات خوش‌طعم و فایده‌ناک تامین نمایند. پمیدور یکی از زراعت معمول و وسیع پنگشته کشور ما محسوب می‌یابد. اقلیم ناحیه کوشانیان در این برابر تجربه پیشقدم خواجگیداران در سمت رشد زراعت زیر گرمخانه‌ها آب و شرایط مساعد امکان فراهم می‌آورد که حاصل دلخواه پمیدور و بادرین رویانیده شود. خیلی دیده استودایم یک کم حاصلی بر وقتی ما به انجام رسید. ما در آینده با تصمیم داریم که کشت تکراری رو درست برای مونده بازار استعمالی رو با محصولات تر و تازه از جهت اکولوژی تامین نماییم. خواجگیداران در مساحت 2665 گکتار کشت زراعت‌های گوناگون را برآمدند که 418 گکتاری آن به کشت سبزیجات بروقتی روانه کرده شده است. مساحت گرمخانه‌ها 320 گکتار را تشکیل کرده در یک سال 3 حاصل به دست می‌آورند. آنها بعد جمع‌آوری پمیدور با آماده کردن زمین‌ها و کوچت بادرینگ و پمیدور و قلمفور شیرین شروع می‌کنند و در دو نوبت دیگر با اصول کشگردان در گرمخانه‌ها پمیدور و بادرین و قلمفور شیرین را پرورش کرده حاصل خوبی سبزیجات را به دست می‌آورند. امروزها جمع‌آوری پمیدور و بادرینگ ادامه داشته. خواجگیداران صدها تن سبزیجات تر و تازه را به منطقه‌های گوناگون مملکت و خارج کشور انتقال می‌دهند. در جماعت دهاتی ثروت استقلال امروزها صادرات سبزیجات تر و تازه اکولوژی ادامه دارد که موافق دورنما باید 600 تن سبزیجات استحصال و صادرات می‌نمودند. تا امروز باشد خواجگیداران 674 تن محصولات تر و تازه استحصال کردند که نظر به دورنما خیلی زیاد میباشد. خواجگیداران همساله از این گرمخانه حاصل بلند روی آیندنیت و مقصد دارند که شماره گرمخانه‌ها را باز هم زیاد نمایند. در حقیقت پیشه دهقانی با فیض و با برکت بوده. همیشه دسترخوان مرد دهقان با انواع گوناگون کشاورزی بوی و غنی میباشد. روی سرخ و سر بلند مرد دهقان از مهنت حلال و رسالت به دوست داشته‌اش منشأ میگیرد. امسال در میدان 75 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شد که اکثریت خواجگیداران ما حالا جمع‌آوری حاصل کارتوشکا را گرفته و تیاری به کشت تکراری دوم رفته ایستاده است. از جمع‌آوری کارتوشکا برمی‌آید که خواجگیداران از 200 تا 220 سنتنر کارتوشکا به دست آوردند و در امنیت عضوقواری کشور همساله خواجگیداران ما سهم گذارند. کشاورزی یکی از ساحه‌های مهمترین اقتصاد ملی بوده. هدف استراتژی حکومت مملکت تامین امنیت عضوقواری از رشد و نموی آن وابستگی دارد. با اطلاع خواجگیداران کارکرد اساسی خاک، تخمی خوش‌صفت و کارهای اگرتکنیکی پیشقدم سری وقت تامین نوری‌های مینرالی و آب امکان رویاندن حاصل بلند را فراهم می‌آورد. همین است که امروزها در ناحیه کوشانیان کشاورزان از تمام ذخیره و امکانیت‌ها استفاده کرده در پرورش پخته، غله‌دانگی و کارتوشکا کوشش زیاد به خرج می‌دهند. در میدان 1661 گکتار کشت پخته گذرانده شده است. امسال نشونمای پخته‌زارهای ما در حالت خوب دیده می شود و امروزها که عاید غذادهی، آبمانی و دیگر کارکرد تکنیکی پخته‌ها گذرانده شده است. باید گفت که همه خواجگیداران غذادهی یکم را پورا به انجام رسیده و تیاری به غذادهی دوم رفته ایستاده است. بعد خواجگی‌های دهقانی پخته‌کار توصیه داده شد که در روزهای نزدیک بر ضد حشرات‌های ضرررسان از جمله ترتنک و شیره مبارزه برده تا اینکه برای حاصل خوب رویاندن زمینه گذاریم. یک نکته باعث یادآوری است که خواجگیداران جماعت دهاتی ثروت استقلال خاصه دهه بافنده در صادرات سبزیجات تر و تازه بروقتی سهم ارزنده دارند. آنها با یک قطار شرکت‌ها و کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات دولت‌های با ما همسایه شرطنامه داد و گرفت داشته همسالت در موسم جمع‌آوری هم در اولی بهار و در تیر ماه هزارها تن سبزیجات صادرات می‌نمایند. این امکان فراهم می‌آورد که خراجات دهقان پوشانیده شود و زندگی و روزگارشان
ободу шоиста гардад. ҳасанзода гулизод, далери шариф, манучер камолов, ахбор, ноҳияи кушониён.